امروزه مسئله آب بحرانی جهانی و ملی است. با توجه به شرایط اقلیمی کشور و لزوم صرفه‌جویی در مصارف آب و انرژی، ما نیز چون شما مخاطبان عزیز دغدغه حفظ منابع آبی، افزایش کیفیت و بهبود بهره‌وری استفاده از آب در مجموعه خود را داریم. در یه نگاه کلی و بیرونی ممکنه به نظر برسه مجموعه‌های ورزشی آبی مصرف آب بسیار بالایی دارن، اما کارشناسانی که با استانداردهای ملی و جهانی و فناوری‌های رایج در مجموعه‌های ورزشی آبی آشنا هستند میدونن که اصلاً این چنین نیست. علاوه بر اون استراتژی‌های جداگانه هر مجموعه میتونه تأثیر شگرفی در کاهش مصرف انرژی و مدیریت گردش آب رو به دنبال داشته باشه. این گونه بهره‌وری هم توجیه مالی در برابر کاهش هزینه‌های سرسام‌آور انرژی رو به دنبال داره و هم توجیه انسانی در قبال مسئولیت‌های اجتماعی یک برند معتبر با گستردگی ملی رو. در همین راستا مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد می‌تواند با افتخار اعلام کند که فراتر از استانداردهای رایج جهانی و ملی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در مدیریت آب و با بهینه‌سازی و نصب تجهیزات کاهنده آب را چون ثروتی با ارزش در مجموعه خود گرامی می‌دارد و به رکورد 75% ذخیره انرژی رسیده است. بیاین با هم داستان آب در سرزمین موج‌های آبی رو پی بگیریم. اینجا سرزمین موج‌های آبی است، عظیم‌ترین مجموعه ورزش‌های آبی سرپوشیده در جهان، بنا شده در زمینی به وسعت 72,000 متر مربع در شهر مشهد مقدس. ما روزانه پذیرای تا 12,000 نفر از زوار گرانقدر امام هشتم، مسافرین محترم و همجواران عزیز استانی هستیم. پایه اصلی کسب و کار ما و خدماتی که با افتخار ارائه می‌دهیم همه به لطف وجود آب است. این سرچشمه حیات. پس طبیعی و ضروری است که ارزشی صدچندان به آب و مدیریت آن قائل باشیم. اولین سوال‌هایی که به ذهن مخاطبان میرسد همیشه همین است: آب مجموعه از کجا تأمین می‌شود و کیفیت آن چگونه است؟ برای درک عمق نگرش ما به آب و فرایندهایی که در این باره طراحی و اجرا می‌شوند ضروری است همراه ما باشید. کل آب مجموعه از چاه گرفته شده که فرایندهای متعدد فناورانه‌ای روی اون اعمال شده. طبق آمارهای موجود میزان مصرف آب مجموعه 10 لیتر بر ثانیه‌ای که تقریبا مشابه یه زمین کشاورزی 5 یا 6 هکتاریه. آب چاه تقریباً از 150 متری عمق زمین با پمپ هدایت می شود به منابع ذخایری به نام رزرو تانک. این آب طی راهی شدن به انشعابات آبی مجموعه از دمای 16 درجه به 24 درجه افزایش دما یافته و با بهره‌گیری از بزرگترین تجهیزات تصفیه آب استخری جهان، فیلتراسیون و کلورزنی می گردد. فیلترهای شنی به واسطه راندمان بالایی که در تصفیه آب در حجم بالا دارند در همه پارک‌های آبی دنیا استفاده می‌شوند. در این مجموعه نیز صدها فیلتر شنی دارای استاندارد جهانی نصب شده و به کار گرفته می‌شوند. کلورزنی یکی از مهمترین فرایندهای مرتبط با کیفیت است. آبی که از چاه استخراج می شود فاقد کلور است. در نتیجه مطابق استانداردهای بهداشت تا به 2.5 ppm کلور به آب اضافه می شود. مواد گندزدایی آبهای این مجموعه بر پایه تکنولوژی دانش بنیان بوده و در خود مجموعه تولید می شود. این ماده گندزدا فاقد بو بوده و صدمه‌هایی مانند خورندگی و مسمومیت مهمان در سیستم ایجاد نمی کند.
در مجموعه موجهای آبی حجم آب استخرها از جمله رودخانه، استخر موج، استخر بزرگسالان و استخر کودکان از بقیه دستگاه‌ها جداست. با فعالیت‌های رایجی که توسط استفاده کنندگان انجام می‌شود، تقریباً بین 20 تا 25% از حجم آب موجود به کنار این استخرها سرریز می‌شود. از همین رو دور تا دور همه استخرها، گریل‌ها و اسکیمرهایی تعبیه شده که آب سرریز را کاملا جذب کرده به بالانس تانک هدایت می‌نماید. آب سرریز شده مجدد تصفیه شده، گرم و کلورزنی می‌شود و به سیکل جریان آب و چرخه مصرف برمیگردد. آبی که در سرسره‌ها میچرخد نیز همان آب بالانس تانک های استخرهاست، یعنی هر سرسره نزدیک هر استخری باشد از بالانس تانک همان استخر تامین آب می‌شود. حتی برای بعضی از استخرها مثل رودخانه که طولش 220 متر است 3 بالانس تانک تعبیه شده است. می شود با اطمینان خاطر گفت دورریز آب در سرسره‌ها نیز همانند استخرهای مجموعه حدود 0 است. برای رسیدن به این حد از مدیریت آب، مجموعه موجهای آبی در مواردی حتی فراتر از استانداردها عمل کرده. گردش آب در استخرها و در مجموعه‌های آبی ورزشی باید بر اساس استاندارد بین‌المللی 10938 باشه که طبق اون آب کل مجموعه باید هر 6 ساعت یک بار تصفیه بشه. اما مجموعه موجهای آبی با سرمایه‌گذاری جدیدی که انجام داده این زمان رو از 6 ساعت به فقط 40 دقیقه رسونده که بر اساس اون آب کل مجموعه و استخرها تصفیه میشه و آب سالم در اختیار مهمانان قرار میگیره. در این حین هفته یک بار نیز فیلترها بکواش میشوند. طی فرایند بکواش و از طریق سیستم RO تصفیه آب که فناوری دانش بنیان است، تقریباً 80% آب مصرف شده و با سالمترین کیفیت ممکن و در حد آب نوشیدنی به سیستم برمیگردد و 20% باقی مانده نیز آبی است که اصلا مصرف نشده و برای احیای چاه مجموعه به صورت جذبی وارد چاه‌های جذبی این مجموعه میشود. تقریباً 35% مصرف آب مجموعه‌های ورزشی آبی مربوط به دوش‌های آب است. در این مجموعه از سردوش‌های کم مصرف که مصرفش تقریباً 1/3 دوش‌های معمولی خانگی یا چاه‌های دیگر است استفاده می‌شود. در منابع کوئیلی تأسیسات آب با شیرهای اتوماتیک از جمله شیرهای سراح موتوری دمای آب از 16 درجه به 34 درجه تبدیل می‌شود که دمای مناسبی برای همه مصرف کنندگان است. از آنجا که آب دوش‌ها فقط توسط یک شیر در اختیار آنان است، حداقل 50% صرفه‌جویی در آب مصرفی دوش‌ها میسر شده است. از سوی دیگر آب‌های خروجی بخش دوش‌ها که اغلب با شامپوی استفاده شده توسط مردم ترکیب شده، در سیستمی کاملا دانش بنیان دوباره تصفیه شده و به سیستم برگردانده می‌شود. انشعابی از آب شرب نیز برای مصرف آب سردکنها و کافی شاپ های دو مجموعه مجزای بانوان و آقایان کشیده شده است. آب سردکنهای مجموعه دارای سیستم مرکزی است که آب را به شکل یکپارچه به دمای 10 درجه میرساند که مطلوب ترین دما برای مصرف کنندگان است. در عملکردی ابتکاری آب سردکنهای مجموعه به جای لیوان به نیهایی با کمترین دورریز آب مجهز شده‌اند. تکنولوژی این نیها نیز دانش بنیان بوده و تقریباً از 80% هدر رفت آب در این بخش جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از توضیحات مهم آب بخش آتش نشانی است که همیشه آنلاین و آماده برای شرایط اضطراری است تا در صورت بروز اتفاق بتواند جاهای خاص از جمله اسپرینکلر و فایر باکس هایی که در مجموعه وجود دارد را برای اطفاء حریق پشتیبانی نماید. داستان مدیریت مصرف و حفظ کیفیت آب در این مجموعه تحت نظارتی استاندارد و سختگیرانه است، چرا که بهداشت محیط و آب استخرها در مجموعه های آبی از مهمترین مؤلفه های این اماکن است و ارتباطی مستقیم با سلامت استفاده کنندگان از کودک تا بزرگسال دارد.
در اینجا برای اطمینان خاطر با بهره‌گیری از کارشناسان بهداشت در آزمایشگاه‌های مجهز کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و تک تک موارد ذکر شده به طور دائم بررسی و آنالیز شده و در بالاترین سطح کیفی ثابت می‌شود. امیدواریم شناخت دقیق‌تر و جزئی‌تر از این مجموعه نمایانگر این باشه که ارزشمندی آب و حفظ اون اولویت و دغدغه اصلی ما در ارائه خدمات و مبنای توسعه و سرمایه‌گذاری‌های کلان در گذشته، حال و آینده است. تمام داستان همین است. مشتاقانه و چون همیشه با مهر منتظرتان هستیم. اینجا سرزمین و خانه همیشگی شماست. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.